سلام و درود دوستان ارجمند بینندگان گرامی قدر یوتیوب کانال روزنامه جمهوریت. این باز هم یکی از برنامه‌های گنجی فرهنگ است پیش روی شما. این بار من حالا همین لحظه یک بسیار یک غزلی زیبا و عالی مضمونی رو براتون میخوانم که شما توسط همین غزل مهمان ما رو میشناسید. در خون من غرور نیاگان نهفته است، خشم و ستیز رستم دستان نهفته است. در تنگنای سینه حسرت کشیدم، گهواره بصیرت مردان نهفته است. پینداشتی که ریشه پیوند من شکست، در سینه هم هزار خراسان نهفته است. مهمان ما هستند هنرمند بسیار هم ناتکرار، وطنسرا و سرشار از هویت ملی، استاد جعفری جلال. خوش آمدید. سپاس خیلی سخنهای با حشمت گفتی بزرگمیری عزیز. خدا کند که سزاوار این سخنهای شما باشیم. سلامت باشید. من میخواستم که صحبتمان حتما از چون ریشه تمام سرودهای شما آب میخورد از وطن، میهن، که اصلا شما دوستدار واژه میهن هستید. آره دوستدارم. من میخواستم که صحبتمان از چون این صحبتی ما در عرفه روز ارتش ملی برای تماشابینا پیشنهاد میشود، میخواستم از خدمت حربی شما بپرسیم، چون شما زمان در یکی از کشورهای اتحاد شوروی که به زمان جوانی های شما راست آمد خدمت حربی را به سامان رسانیدید و میگفتید که خدمت حربی برای یک جوان مرد، برای بیشتر شدن افزودن حس ملی یک جوان پیسر چی نقش می‌دارد؟ بسیار نقش بزرگ دارد خدمت در صف مثلا ارتش. وقتی که ما سرباز بودیم با دوره اتحاد شوروی راست می آمد سال 1982-84 من در خبرسک ادای خدمت نمودم در شهر چیکدامین، یعنی که اون وقت یک شاهراه بزرگی بام میگفتند بایکالامورسکی ماگیسترات، در اونجا خدمت کردم. من خودم چی نوشتم، خودم رفته عریضه نوشتم که باید که با خدمت سربازی روم. بله. اصلا همه بچهای همون سالهایی که با همسین سال ما بودن بسیار از اینها عریضه می نوشتن که به زودی برم برای اول خدمت سربازی خود را ادا نمایند. بله. نمیستی حاضر. از این خاطر برای من یک افتخار بزرگ بود، یعنی خدمت در ارتش بزرگ شوروی، دور از سرزمین، دور از دیار خویش. یعنی در اونجا تو یک پسر 18 ساله تماما یک مردی بزرگسال، یک مرد، یک جوان مرد خواهی شد. یعنی که تو هم تاب میاری به دوری از سرزمینت، هم یعنی خودت رو باید محافظت نمایی و در اون سردی های نهایت دهشتبار باید که تو طاقت فرسا باشی. یعنی که تو باید از همه جهت آب و تاب یافته باشی. بله. این یک مکتب بزرگی مردانگی است. خدمت در ارتش در وظیفه هر یکی ماست. برای من این یک درسی بزرگ است. یکی از لحظه ها وقتی که ما اول میروند میگن کرانتین، یعنی که تو را باید که تیار کنن. همه بچه ها از تمام جمهوری های سابق شوروی بودن، در همون یک زل کلان درسی سیاسی میدادن، پلیزنیتی میگفتن برای همین سلطات ها، برای همین افسران سربازا برای نو آمده. بعد همون جنرالی که از خبرس آمده بود هم نشستن، هم از ما بزرگ سالا که 2 ساله قریب که خدمت میکنن پایانتر از همه خورد ما. بله. بعد این جنرال بعد همین تمام کردن همون خریطه در اونجا پیش خریطه بعد همه را میگفت راجع به همین سیاست همون زمان. بعد خاموشی شد که گفت کی میتواند که درباره همین سرزمینش معلومات بدهد. شما تصور نمیکنید
همه نشستگی گرجی، ارمنی، آذری، اوکراینی یک خاموشی فرا گرفت همین تالا را. همین من یک کودک گفتم که اجازت هست که من برام همه یک نو آمدگی کودک همه به من نگاه کرد که او مرحمت بفرما. اما خودم از خوردی همین دوست میدارم کارتوگرافیا میگن، همین خریطه شناسی، جغرافی، گیوگرافی را به اندازه دوست میدارم. من از کودکیم همین چشم پوشیده خریطه تاجیکستان میکشیدم و استادی ما هم خیلی استادی بزرگ بود، خیلی که به ما درس جغرافیا داد. من همین گرفتم همون چوب دسته همین گریره را دو تا همین چی بود خریطه بزرگ آج از همین همه جغرافیا همین نقل کردم با تمامی همون ریلیف، با تمامی همون اقلیمی سوبتروپیکی. آنچنان همین لیموهای خودم را تعریف کردم که سوبتروپیکی کلیمات گفتم یوگی تاجیکستان از 3 میلیون چی همین لیمو استحصال میکند. آنچنان گفتم درباره همه همین کوهستان بدخشان، بزرگترین قلعه اون وقتا کمونیسم بود 7495 متر. همه آرامی این اومد در یعنی کتفی مزد گفت آفرین بر تو پسرم. همونجا فرمان داد با کمادیری ما که با این کس چی داده شود تحسین نامه. بعدی که 6 ماه شاید یا شاید یک سال خدمت کردید و موقع آبروی افتید و علاقه شما در اونجا به قول پخته رسیده بودید، آیا بودند حالت‌هایی که گیتار می‌گرفتید یگان چی می‌سرودید یا که این بعدتر سراییدن پیدا شد در فعالیت شما؟ نه عجیب که من خودم از همون خوردی بسیار چی داشتم، شوق زیاد به اندازه داشتم، شوق و رغبت، چون که من خودم در همون محیطی فرهنگی بزرگ شدم. بعد من بسیار دلباخته هنر احمد ظاهری بزرگوار بودم از خوردی در همون محیطی که برادرم هم بسیار که دوست می داشت. اولی این فیته ها و کسیت ها و ثبت هایی را می آوردن، قصه می کردن با دوستاشون. من بسیار عاشق این هنر گشتم. اما در وقتی سربازی برای من روان کردن کسیت های استاد احمد ظاهری عزیز را، در اونجا مگنیتوفون داشتم، در اون سردی ها گوش میکردم. خیلی عجیب بود که اون سردی های همون جنگلیستان با صدای احمد ظاهر ناله بدیل شد که اینا تنها دیدن در کار. عجیب اون بود که همه اون هم خدمت هایی که با من بودن سربازا، نوابسته که اوکراینی یا که گرجی یا که داغستانی، همه شیفته و عاشق همین صدا شده بودند. صدای احمد ظاهر در دنیا به همتاست، به همتا. اینا باید که با افتخار ما بگوییم. ایتالیایی ها خیلی بزرگن، انگلیس ها بزرگن خیلی، اما نمیشه احمد ظاهر صدا دارن. ویژگی هنری شما در اون بود که شما هرچند از خودی که عاشق و شیفته احمد ظاهر بودید و در پیروی این بزرگوار ترانه ها می‌سرودید، لیکن خوشبختانه و بزرگی شما اون بود که شما از پیروی او کناره جسته با وجود آنه که اون آموختید بازم سبک و سلیقه خودتون یافتید. لیکن ما هیچگاه در بین سرودهای مخصوصا سرودهای وطندارانه و وطن دوستانه شما بین سرودهای احمد ظاهر مانندی نیافتیم. یعنی که وقتی که شما رو گوش می‌کردیم هیچگاه احمد ظاهر به ذهن ما نمی‌رسید. یعنی که شما توانستید اول پیروی کردید، اول تقلید، بعد پیروی، بعد آهسته راه خودتون یافتید که این بسیار به هر کس میسر نمیشه. ما ده‌ها هنرمند میدونیم که در پیروی دیگران سرود میخونن، سرود در سایه آنها مانده میروند. بله، خیلی سوال بسیار جدی و مهم است، به خاطری که برای چی سبک من دیگر، برای که من این استاد را از خوردی آموختم. آهنگهاش، طرز آهنگسازی، طرز یعنی که متن‌های بزرگ، انتخاب بزرگ متن‌ها، و این برای من یک درس بزرگ است، یک درسی که همیشه این آموختن لازم است. هستن شخصیت‌هایی که خیلی شبیه احمد ظاهر میخونن، تقلید میکنن و زیبا میخونن، اما احمد ظاهر نیستند.
اون شوق و شور، اون دلی که اون تپیش دلی که او خودش احساس میکرد نیست. از این خاطر من هیچگاه نمیتوانم شدن، حالی که ممکن است که تقلید کردن، اما من از این بزرگمرد آموخته همون راه خود را پیدا کردم. یعنی باید من این گونه باید بخوانم، اما خود را شاگرد وفادار او میحسابم. نمیدونم، من از همون اولین سرودی که خواندم در دانشگاه با سبک خودم خواندم. از نخستین سرودی که خواندم با نام گلناره که خیلی محبوبیت پیدا کرد در دانشگاه و اینا قربان جون، قربانی عبدالله دوستی عزیزم خواند و در تمام آسیای میانه این سرود رو میخوندن و هنوزم این سرود رو میخوانن. چگونه بود؟ چرا خاطر پریشانی گل من، مگر از من پشیمانی گل من، همین گلناره گلناره دلم را کردی پاره، رحم نما بر حالم ترکم مکن دوباره. این شعرش از مردم هست؟ همین بندی اولش خودم نوشتم. وقتی من نوشتم من همگی 20 سال داشت یا 21 سال داشت. بعد خدمت حربی؟ آره 21 سال. یادم هست روزش 26 ایون 1986. ولی 22 ساله نشده بودم، 21 ساله بودم. در دهه زیمچرودی ورزابی را ایجاد کردم. بعد باید بگویم که نمیدونم همین آهنگ های میهنی که خواندم تا جایی به مردم خیلی پسند آمد و این اولی بار در تاریخ موسیقی تاجیک به فکرم باید باشه بعد از هزاران سال که موسیقی که ما میهنی خواندیم اینو در جشن‌های عروسی به ما اجازه دادن که بخونید. هر جا که دعوت می‌شدیم در جشن عروسی حتما باید که من این سرودها را بخوانم یا تابیش بخواند یا طالب جان بخواند. شما میفهمید این چی گفتنی گپ؟ یعنی در جشن‌های عروسی یا ختن سور که پسراشون میکردن حتما تا این سرود را نخوانیم اونا نمیرفتن. صدها معرکه ها هر یکی این مخلصات سرودی دوست داشته خود را دارند. برای کسی سوگندی وطنداری، برای کسی غرور نیاگاه، برای کسی بجز مهری وطن، برای کسی پرچم، همین خیلی. وقتی که سرود میهنی میخونی شخصا برای من این مثل یک ورزشگر من باید باشم. یعنی چگونه؟ یعنی سرود میهنی این یک شهامت دارد، یک بزرگی خاص دارد. تو در این سرود یعنی جوابگری بزرگ میگیری. تو من شخصا جوابگری میگیرم. من وقتی باید که تمامی حال روحی خود را تیار نمایم. یعنی چی گفتن میخواهم، چگونه من باید اینجا را بخونم، چگونه کشش آواز، چگونه همون احساسی که داری صرف میشود و وقتی صرف میشود برای این چقدر انرژی در کار است. وقتی که این شعر قسم سوگندی و تنداری را که ایجاد کردیم بعد در اینجا باید که یک شعر باید در اینجا ما بله یعنی تو چی گفتن میخواهی و بهترین از این دیگر نبود از شعر استاد گلرخسار تا خیلی کتاب هایی که من خواندم طولی سالها و بهترین همین انتخاب کردم که باید که همین با همین این چنان موافق میشید. یعنی که وطن ای مادری از طاقت تحقیر خسته، وطن ای شهچناری از شمال جهل بشکسته، زی بعدی 100,000 سال علمهای تو بر یادم رسند، فریاد خواهم کرد وطن با نامی تو، با ننگی تو، با عشق مجروحی نبردی تو، بجای عاشقانی غره مرگ و شیر مردی تو، بنای شهرت و شانی تو را بنیاد خواهم کرد، تو را آباد خواهم کرد.
قسم با پاکی رودی روانت قسم با کوه و با دشت و با دامانی تو با مرغی بلند آشیانت قسم کی جان و تنم را فدایت کنم همه هستیم را با پایت کنم کی جان و تنم را فدایت کنم همه هستیم را با پایت کنم قسم قسم به نامت قسم ای وطن 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 به نامت قسم ای وطن بهر بردی تاریخی زرینی تو به نام آورانی زمانت قسم به ختلان و بلخ و بدخشانی تو به خوجند و هم زرفشانت قسم به پیرانی با علم و کانی حیات به فردای نسلی جوانت قسم 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 به نامت قسم ای وطن 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 به نامت قسم ای وطن چند سال پیش چطوری که در یک از صحبت‌ها همراه شما در این مورد گفته بودیم دو برادرمان از افغانستان از خراسان کهن بعد از گرفتن اجازه شما البته همین سرود سوگند وطنداری را بازخوانی کردند البته با یک کمتر یک شکل دیگر و حتی نماهنگش را هم ساختند یعنی کلیپ هم ساختند پورا نماهنگی به سوی حربی بخشیدند خیلی خوبم و در کوه‌های فکر می‌کنم هندوکش به فکر آره. آمده اونجا ثبت کردند لیکن چند پیش در شبکه‌های اجتماعی همین نماهنگ رو در شبکه فیسبوک گذاشتند و در بین تاجیکان یک نوع بحث برانگیخته شد که گویا این سرود نخست آنها سروده باشند و بعدا شما همراهی استاد تابش هلالی بازخوانی کرده باشید. خواهش میکنم از زبان خودتون به همین چیز روشنی انداخته شود چون سخن از زبان لقمان خوش است. سوالی به مورد بدن اصلا این بحث و مناظره ها و این ناباوری ها و این گپچه ها خیلی زیاد طول همین 17-18 سال اخیر است. همه در این باره بحث میکنن، از ما سوال میکنن، ناراضگی میکنن. هر کس به طرز خودگمانی دارد. اما این سرود، این شعر برای اولین بار برای همه عزیزانی که ما را میشنوند، این سرود، این شعر بسیار گران ارزش برای نخستین بار به خاطر ما نوشته شده است. خود استاد محمد زمانی فیروز، اینجا کتاب استاد محمد زمانی آینه دیدار، این شعر در این کتاب نیست. این شعر را بعد شنیدن سرودی به جز مهری وطن عشق دیگر نیست. به فرزندان با از ما وفادار، چو مرد به کفن میرد غم نیست. خدا از بی وطن مردن نگهدار. وقتی که این سرودم میشنوم از استاد بزرگ اسکندر عزیز، اشک میریزه این جنرال، اشک میریزد. همیشه انتظار بوده است که کس از طریق تلویزیون تاجیکستان در مزار شریف این سرود پخش میگرده. خوشبختانه همون وقتی که ما این سرود رو خواندیم اولین بار در تاریخ تلویزیون روز 5-6 بار پخش میشد این سرود، از برکت همون رئیس تلویزیونی همون وقت. خوشبختانه با پای قدم این شخصی نجیب
سرودهای ما بسیار پخش میشد و مردم با یک احساسی نجیبی را قبول میکردن و همین استاد بسیار همین سرود را انتظاری میکشیده. از احساس زیاد نسبت و همین شعر اسکندر بزرگ، همین شعر سوگند قسم را میآفرد، ایجاد میکند و اینو خودش اینو با دستخط، اینجا دستخطی استاد محمد زمان فیروز برای بینندگان عزیز، اگر اجازه پیداش نکنم باید پیدا شود، خیلی حالی تا پیدا شدنش، به خاطری که دستخطش خوندن شاید که مشکل باشه، استاد خودش اینو چاپ کرده است با دست. پیدا شد. اینا برای بینندگان عزیز در اینجا نوشته شده است. چی نوشته شده است؟ به خاطری که دستخط بسیار مشکل بود، بزرگمیر عزیز به پیشاهنگ خیرتمند و هنرمندی کشور تاجیک محترم جعفر جلال که برحق از هنرمندان ایجادکار آن سرزمینی همزبانی بنده می باشند در یک اشتیاق تمام تقدیم می دارم. با ادب و حرمت فراوان شاعر محمد زمان فیروز 10 ینوری سال 2007 میلادی شهر مزار شریف. اشعار مرا هست خریدار جهانی، لیکن بجز از شخصی سخندان نفروشم. پس باید بگویم به همه شما عزیزان که این شاهکاری از برکت این مرد بزرگ در سراسر دنیا پخش شد. تابیش تهکرسی این آهنگ را ایجاد کرد، اما در این آهنگی که ایجاد کرد تابیش کار زیاده هم بود. مثلا کی ای را باید بنوازد، چگونه این کدام مصرع ها باید که یعنی که انتخاب شوند و ما در این انتخاب شعر 2 مصرع استاد را عوض کردیم. ما در اینجا شهرهای باستانی تاجیکستان خود را آوردیم، به خوجند و هم ظرفشانت قسم. وقتی یکی چون که استاد لایق هم گفته بود ظرفشان، حالا که ایراد میگرفتن که نه ظرفشان نادرسته، وقتی خواندم در اجایات استاد لایق هم ظرفشان هست این واژه. ما اینو یعنی که مصرع های این را عوض کردیم. بعد در اینجا از اسباب کلاسیک استفاده بردیم. برای اولین بار در این ترانه یعنی که ما با تابیش ایده کردم که باید در اینجا یک شعر خوانده شود، یعنی از استاد گل رخسار و در نوای چی؟ کدام اسباب؟ من میخواستم که در اونجا یا نه یا دوتار باشد، اما تابیش گفت که بیا از تنبوری کلاسیکی مثلا 6 مقام استفاده که خیلی این هم یک کار خوب بود، عجیب بود که ما در اینجا یعنی که کلاسیک خود را 1000 ساله های گذشته خود را آوردیم در یک مرسیلز. وقتی این سرود پخش شد سفارت فرانسه نمایندش همسایه من بود ایپیصد بهادر آمد گفت که من میگویم که این آوازخوان در همسایگی من دوستی من میگن نه این کی باشد که اولین بار مرسیلز یک شعری یعنی که میهن پرستانه را آمیخته کرده، سینتز کرده، با کلاسیک پیوست کرده است. این برای اونا چقدر خوش آمد است که ما در بین یک سرودی یعنی که با شهامتی میهن پرستانه آمده یک باره تغییر میکند، 180 درجه تغییر میکند، میآید به عمق تاریخی 1000 ساله بخارا و سمرقند و بلخ باستان. بله، البته شما یک هنری عجیب هم شما که اشاره کردید. یک ویژگی هنری شما که از دیگران ممتازتر است این است که شما چون خودتان شاعر هستید و کم کم بعضی ترانه‌هاتون خودتان می‌نویسید، عجیب است که در بین سرودتان زیر یک تنین موسیقی حتما شعر هم میسروید، شعر هم قرائت میکنید. دوست دارم، به حد دوست دارم، به خاطر که شعر خیلی خودش یک جاذبه بزرگ دارد، یک کشش و انسانها را تاثیرگذاری بیشتر میکند. این مثلا یک سبک خاصی من است، سبک خاصی که خودم ایجاد کردم. خودم اصلا در خواندنی های احمد ظاهری عزیزم عاشقانه سخنها خودش میخواند، دیکلمان میکند.
مثلا بینید شما یک سرودی همراه نگینه و طالب میخونید، آغاز میشود با دربایی خیام. مقصود زی جمله آفرینیش ماه، مقصود زی جمله آفرینیش مایه، در چشم خیرد جوهری بینیش مایه. این دایره جهان چو انگوشتریست، به هیچ شکه نقش نگینش سغدی هزار و یک هنر، رشتی سخاوت و ثمر، خیطه خطلانی بزرگ، بامی جهانی پرگوهر، بلخ و بخارای شریف، اهل سمرقند کهن میشنوی صدای من، صدای انبیای من، میشنوی صدای من، صدای انبیای من، قبله ماست این زمین، مادری ماست این وطن، قبله ماست این زمین، مادری ماست این وطن. دست به دستی هم بینه، راه به سوی حق بگیر، خلقی دلیر و سرکشن، نسلی جوانی میهنن، پرچم ننگی میلتم، آیتی خودشیناسی خوان، آیت خودشناسی خوان، آیت خودشناسی خوان. بی‌طرفی ما و تو، پیش از زدن بر شهر، دور شدن زی اصل خش، محو زوال میلتم، طرفی ما و تو، پیش از زدن برش است، دور شدن زی اصل خویش، محو زوال میلت است. بشنوی صدای من، صدای انبیای من، بشنوی صدای من، صدای انبیای من، قبله ماست این زمین، مادری ماست این وطن، قبله ماست این زمین، مادری ماست این وطن، قبله ماست این زمین، مادری ماست این وطن. چون که من وقتی فکر میکنم که در این شعر کدام مصرع جذابیت و بزرگی او را بیشتر میکند، از ربایی حکیم عمر خیام بالاتر دیگر نبود. چون که این یعنی که بعد پیش از آغاز باید که
حتما ما با او گوشرس کنیم. یعنی با نسل نورس، نسل جوان چی کنیم؟ ما باید گوشرس کنیم، هشدار بدیم. وقتی این سرود پخش شد، در نخستین روزی پخشی همین در هفته اول همین پخش از پارسی میوزیک از امریکا سپاسگزاری کردن از ما که چگونه یک آهنگ میهنی که از تصور بیرون و اونجا صدها کامنت هاست که اینا هم از تاریخی هست. برای همین که بگو برای یک همین سرود سوگندی وطنداری که نام ایران ما موندیم از گلرخسار عزیز و همه عزیزان میگویم که در این کار بزرگ هم سهمی اگر 50-60% سهمی تابش باشه، در اونجا 50-60% دیگه حتما سهم گذاری جعفر هم هست. یعنی ایده و این کار و این پول و پیسه و این را کی نواخته است؟ این را بزرگترین نوازنده صاحب جان نازیم نواخته است. به خاطر ما، به خاطر احترام. با عجیب بود که باید تماشابینان عزیز اون یکی به خدا پیوست؟ آره، پسر استاد ظفر نازیم باید بفهمی که صاحب جان عزیز با دستی برآمده، یعنی گیپس میگن، تا گچ شده تا میان. وقتی که رفتم گفتم صاحب جان این دستی تو با تمام بسته، تا روزی جشن خیلی فرصتی کم است. همین که انگشتاش هم میجمه، میگو اکا جان میبینی انگشتا میجمه، حتما مینوازم به خاطر خودت به پول. یک شخصی بزرگ، یک هنرمندی سطح جهانی که ستار سالی 94 با خودش باید امریکا میبرد، راضی نشد، گفت به پول به احترام خودت اکا جان مینوازم. ما این قالب ها را شکستیم. یعنی که ما برای همه سرزمینمون ما را دوست می‌دارم. باور کنید از تمامی تاجیکستان نواسته، او از واروخ است، از سوغد است، از استرافشان است، از بدخشان، از وخان، از تمامی جا، حتی از خراسان بزرگ همه بچه‌ها می‌نویسن، همه مردم. یعنی که ما پیوندگری خویش و تباری شده، دوستی شده. ما پولها را بین آمو پیوست نمودیم و همین سرود خواندن بچهای کابل از خراسان بزرگ این یعنی پیوندی، دوستی و با هم بودن ما را اثبات می نماید که ما از هم جدا نیستیم، ما بیگانه نیستیم و ما همیشه با هم بودیم. تنها مرزها را از ما جدا کردن اما دلهای ما با هم هستند. ما بعضی نوارها رو دیدیم که شما در برلین یک همهمه برپا میکنید، در پاریس، در کویت، که اونجا فارسی زبان بسیارن. اونجا از اینها یک کمی رجوع کنید به این مسئله. خوشبختانه از برکت همین ترانه های میهنی که خواندیم، از برکت همین چند سفرهای هنری داشتم خارج از کشور. این سفرهای خارجی هم از برکت مردهای بزرگ بود. همه ای کار انجام دادن نمیتواند. مثلا شخصیت های هستن که ما را درک میکنن، میفهمن که همین بچه ها یک کاری را انجام دادن و ارزشمندن و میتوانند که در خارج هم شأن ما را دفاع کنند. یعنی که در خارج از کشور میتونند که آبروی سرزمین ما را دفاع کنند، بالا بردارن. از همین مردهای بزرگ سپاس فراوان، سپاسگزارم که به ما باور کردید و رفتیم در این کشورها سرزمین خود را معرفی نمودیم. آره، در یکی از سفرها در دایچ بانک بود، در بانک بزرگترین اروپا. از برکت استاد عزیز ملکشان نعمت‌زاده ما را دعوت کردند، سپاس فراوان در اینجا برآمد کردم. خیلی خوب بود چون که در اینجا از تمام در یک سطح عالی جشن 25 سالگردی خودسالاری کشور ما بود و در اونجا مهمانای بسیار عالی قدر آمده بودن، به احترام سرزمینی ما آمده بودن. از سفارت‌های بزرگ
سرود خواندم، بسیار خوشحال شدم. ثبت آهنگ در این سالهای اخیر که هم زندگی منم خیلی آسان نیست، در اینجا پرابلم های زیاد است. این آهنگ ها مفت به دست نمی آیند. این آهنگ ها فکر درک میخوان، پول میخواهند، پول. اینا همه اینا طرحریزی می شود. خیلی رفتی و خواندی، این مردم خیال میکنه که برای 4-5 دقیقه رفتی خواندی. نه، این برای 4-5 دقیقه سالهای سال. حالا با چه کارها مشغول هستید؟ کار من از جمله عالم همین عشق است و بس. همین عشقی، همین سرود ایجاد کردی. میخواهم چیزی نو، از نو فلکی دیگر چنان ساختمی. آزاده به کار همین دل رسیدی آسان. من بازم برمیگردیم به جشن ارتش ملی با در برابری آن که شما رو که یک واقعا سرباز همین وطن هم در هنر هستید و هم در واقعیت هم شما سرباز خدمت کرده هستید، شما رو تبریک میکنیم و همزمان میپرسیم که از تجلیل روزهای مثلا ارتش ملی در کشور، از روزهای تجلیل روز قشونهای سرحدی در تاجیکستان که همه ساله برگزار میشه چه خاطره ها داره؟ بزرگ میری عزیز، خاطره ها آنچنان زیاد است که هر یک چون شما اونجا همیشه دعوت میشه، همیشه دعوت، هنوزم دعوت و میشه همراه اسکران و افسران هم فکر میکنم بسیار در تماس هستیم، در رابطه هستیم، با هم هستیم. خاطره ها از مثلا سربازها به نهایت زیاد است، چون که در طول همین سالهایی که گذشت تمامی جشن‌های تاریخی سرزمینمون با ما بود، ما در اونجا شرکت شدیم، دعوت شدیم. بسیار خاطره های تاریخی و ماندگار به نهایت. مثلا در تمام ورزشگاه های بزرگ خاطره های تاریخی داریم، در بدخشان، در استرافشان، در کولابی عزیز، در باختر، در بدخشان گفتم که در بدخشان به نهایت در ورزشگاه های بزرگ خاروق عزیز که هزارها هزار با ما سرود میخوان، دستی به دست، همه ورزشگاه. و آخران یکی از سفرهای ما در شهر باختر در همون قصر نو بود، روزی امنیتی ملی خیلی با شکوه گذشت، یادم هست، زیاد هست. دوستان ارجمند مهمان ما بودند استاد صنعت وطنسرای نامداری کشور تاجیکستان که هم در ایران، هم در خراسان بزرگ در افغانستان و هم در سمرقند و بخارا، هم در پاکستان و هندوستان میلیون ها فارسی زبانان سرودهایشان را با دل و جان با یک صمیمیت بلند استقبال دارند، می سرایند و با سرایندهش هم‌آوازی میکنند. مهمان بودند. ما در برابر آن که ایشان را به استودیوی روزنامه جمهوریت خوش آمدید میگیم، همزمان یاد میکنیم که واقعا هم شعار این بزرگان است که بر یک خود خورشید گران است آخر، بر عالم بیکران نور افشانی. ما باید به خورشید در نور افشانی، در روشنگردانی به خورشید یاور و یاردمچی باشیم و از همین گونه یکی از یاوران که با سخن، با سرود، با آهنگ کار روشننمایی را سامان میدهند استاد جعفری جلال بودند. استاد رو به استودیو بار دیگر خوش آمدید میگیم و باور داریم که تماشابینان از این صحبت ما بهره میبرند.